اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا تو خودت دانی، پروردگاره تو نجات بده عزیز الله، اما کسی ناریم بدون تره. معصومه؟ بله. تو مخشب بنویشتی دختر؟ آره. بیا سن کافه بدر من گله ببیشیم. دختر گلم ناراحت بسن نباید، مامان خود زیاد شربه عزیز بالا. من گلم خوشگل نبا. مار جان خدا همه کارا رو میتونه بکنه؟ بله دختر، همه کارنا خدا کنه دیگه، به دست خدایو. حالا مادرم هم میتونه خوب کنه؟ اگه مصلحت خدا بدره نه هر خوب کنه. مصلحت چی؟ اگه صلاح بدنی. صلاح چی؟ صلاح یعنی هر صدن موقع برسی پسر. که موقعش میشه؟ وقتی موقع میشه گو دروغ نگویی، نه قسم نخوری، نماز بخوانی. علال خصوص گو شما زیکن وقتی گو دعا بگودین دست به دامن نماز سر بزین خدا را تو خدین شما ماری اول خل خود بی. مار جان خدا کجایه؟ خدا همه جای دختر، همه جام دینه، همه جام اشتبه. اگه توی دلمونم بگیم میشنوه؟ بله دختر، شما دعا بکنین شما مریضان حال خدا خوب بکنه شما ماری حالم خوب بود. وای یا ابوالفضل یا فاطمه زهرا. چی دختر جان؟ نه وای یا فاطمه زهرا یا ابوالفضل تو به داد من برس. چی نه جان خدا مرد من نیستی خدایا تو می داد برس. یا ابوالفضل تو به داد من برس. چی نه جان وای چی نه جان وای خدایا تو به داد من برس. یا فاطمه زهرا وای. چیکار میکنی؟ بیا تو در ببن. چی مینویسی؟ نامه. برای کی؟ اگه بگم به هیچ کس نمیگی حتما برای خدا. برای خدا چطوری؟ نامه می نویسم تم میزنم میبرم اونجا جاده اسفالت، بعد اونجا صندوق پست هست میندازم تو صندوق پست، اون وقت میره پیش خدا. توی نامه میخوای چی بنویسی؟ سلام خدا، اسم من محسنه، خواهرم اسمش معصومه است، مادر ما مریض است، حالش خیلی بد است. مادرم باید به بیمارستان برود تا دکترها حال او را خوب کنند، اما خیلی پول زیاد میخواهد. پدرم به شهر دور رفته تا شاید بتواند از آنجا پول زیاد بیاورد، ولی اگر نتواند خیلی پول بیاورد مادرم حالش خوب نمی شود. همسایه‌ها و مارجان و همه می گفتند که خدا همه کارها را می تواند درست کند و همیشه خدا مریضا را خوب می کند. حالا من و معصومه برای شما نامه می نویسیم تا شما نامه ما را بخوانید و بیایید مادر ما را به بیمارستان ببرید. شما خیلی مهربان هستید، شما بچه ها را خیلی دوست دارید، ما هم شما را خیلی دوست داریم.
اگر مادر ما را ببرید و در بیمارستان خوب کنید ما بیشتر شما را دوست داریم و اگر شما نیایید من و معصومه خیلی ناراحت میشویم و گریه میکنیم و غصه میخوریم. من و معصومه غیر از شما هیچ کس را نمیشناسیم که به ما کمک کند. من و معصومه هر روز میاییم سر جاده روستای نرگسان و منتظر میمانیم تا شما کسی را بفرستید با ماشین بیارد و مادر ما را به بیمارستان ببرد. این بود نامه من و معصومه برای شما. اینا اینجا. حال شما خوبه؟ سلام. خسته نباشید. حال شما چطوره؟ سلامت باشید. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. گلای پستی منم لابلای نامه هام چند تا دونه دیدم. این گلا تو نامه ها چه کار میکنه؟ بالاخره گلای پستی پیدا شد. چی هست؟ یه نامه، هیچ نشونی هم نداره، فقط 2 تا اسم که با خط بچگونه نوشته شده، محسن و معصومه صبوری. حتما 2 تا بچه خواستن بازیگوشی کنن. چی کارش کنم؟ مرجوعی که نمیتونم بزنم. در نامه که بازه، شاید آدرس و نشونی تو نامه باشه. یه نگاهی بکن. خانم درخشان نمیدونم چی شده که اینقدر ناراحته. خانم درخشان چیه؟ چی شده خانم سعادت؟ داشتن یه نامه میخوندن یک دفعه حالشون بد شده.
خوب شما کمک کنید ببریدشون تو دفتر من خواهش. بسیار تو رو خدا انقدر خودتو ناراحت نکن. آبقند میخوای واسط بیارم؟ نه. آقای پورسیفی ممکنه خواهش کنیم اون نامه رو یه مقداری بلندتر برای ما بخونیم؟ مرسی متشکرم. من خواهش می‌کنم شما فعلا بفرمایید سر کارتون. اگر مسئله پیش اومد ما بهتون می‌گم. خواهش راستش این همه عمری که تا به حال از خدا گرفتم تا امروز حضور خدا رو اینقدر واضح و روشن احساس نکرده بودم و نمیدونستم که خدا اینقدر به ما نزدیکه، تا جایی که با زبون 2 بچه 7-8 ساله بخواد عظمت و بزرگی خودش رو در چند جمله به ما نشون بده. همکارا تصمیم گرفتند به هر شکل ممکن آدرس اون 2 بچه رو گیر بیارن و کلیه مخارج بیمارستان رو تقبل کنند. من به حال شما همکاران قبطه میخورم.